توی این ویدیو قرار نشونه‌هایی رو بررسی کنیم که میگن یه نفر داره بهت فکر میکنه. این مسئله یک حس منحصر به فرده، از احساس و انرژی حرف میزنه و دنیای اسرارآمیزی برای خودش داره. خانم دلورس کنون هم که با انرژی ها و دنیای معنوی ارتباط خاصی داشتن، نظرات جالبی در این زمینه دارن. روانشناسان هم این باور رو دارن که ذهن انسان میتونه پیام‌های غیر مستقیم رو پردازش کنه و حس شادی ایجاد کنه. برای مثال، شاید بدون اینکه به صورت ارادی بخواید به شخصی فکر کنید، نشونه‌ای از طرف اون فرد دریافت کنید، مثل یادآوری یک خاطره یا حتی بوی عطر اون شخص، که این محرک‌ها میتونه حس شادی ناگهانی براتون ایجاد کنه. توی این ویدیو از 7 نشونه‌ای براتون میگم که بهتون میگه شخصی به شما فکر میکنه. نشونه 7 رو اکثر اوقات همه ما نادیدش میگیریم. از دیدگاه انرژی‌های معنوی، افکار قوی یا احساسی که دیگران نسبت به شما دارن میتونن از طریق میدانهای انرژی بر بدن، فکر یا احساس شما تأثیر بذارن. در نشونه اول از دیدگاه خانم کنون، هر فکری انرژی خاصی داره که میتونه خارج از بعد مکان تأثیر خودش رو بذاره. برای مثال، وقتی شخصی داره خاطرات گذشته با شما رو مرور میکنه یا به برقراری ارتباط با شما فکر میکنه، این فکرهای پیوسته و متمرکز اونقدر قدرت دارن که ناخودآگاه رو شما تأثیر میذارن و شما احساس میکنید که دوست دارید با اون شخص ارتباط بگیرید. در نشونه دوم، اگر بخوایم دقیق تر این موضوع رو بررسی کنیم، به یک مسئله جالب میرسیم. شما ممکنه اسم اون شخص رو در موقعیت‌های مختلف ببینید یا بشنوید. انگار که اسم اون شخص مدام داره خودش رو به شما نشون میده. البته در لحظه هایی که اصلاً انتظار چنین چیزی رو ندارید. ممکنه به صورت اتفاقی در گفتگوی دو شخص که از کنارشون رد میشید اون اسم رو بشنوید، یا مشغول مطالعه متنی هستید، یا در حال سرچ مطلبی، در حال تماشای تلویزیون با اسم اون شخص مواجه میشید و براتون تکرار میشه. این اتفاقات تصادفی نیستن. وقتی با کسی اتصال انرژیکی داشته باشید، جهان هستی این همزمانی ها رو رقم میزنه. نشونه سوم، بعضی اوقات بویی رو حس میکنید و همون لحظه شخص خاصی تو ذهن شما تداعی میشه که این ارتباط نشون دهنده یک حس عمیقه که وقتی کسی داره به شما فکر میکنه اتفاق میفته. خانم کنون میگن این حس ها مثل کانال هایی هستند که ارتباط های نامرئی رو به آدم ها و تجربه ها وصل میکنن. وقتی بوی کسی رو حس میکنید که در کنار شما نیست، این میتونه انعکاس انرژی قدرتمندی باشه که با اون شخص دارید و این مسئله فراتر از درک عادیه. در واقع این حس انرژی و احساسات اون فرد هست که خارج از بعد مکان و مسافت و شما دریافتش کردید. چهارمین نشونه‌ای که بهتون میگه یکی داره به شما فکر میکنه، برخوردهای غیر منتظره است. این موقعیت‌ها به ظاهر تصادفی هستند، ولی شاید پشت این برخورد غیر منتظره فکرهای مداومیه که اون شخص درباره شما میکنه. خانم کنون میگن اینجور اتفاقها فقط یک تصادف ساده نیستن، بلکه یک هماهنگی معنادار بین این رویدادها وجود داره که تحت تاثیر افکار و انرژی های ما اتفاق میفته. از دیدگاه همزمانی ها، وقتی کسی به شدت به شما فکر میکنه، انگار یک سلسله رویداد شروع میشه که باعث میشه مسیرتون با هم یکیشه و این دیدارها فقط یک برخورد اتفاقی نیستن، بلکه لحظاتی هستند که انگار زمان و مکان با هم هماهنگ شدن تا به شما یادآوری کنن که ارتباطی عمیق و نامرئی بین شما وجود داره. حالت ذهنی و احساسی ما میتونه بر دنیای فیزیکی ما تأثیر بذاره. خانم کنون میگن
افکار ما این قدرت رو دارن که بر دنیای فیزیکی ما تأثیر بذارن، به طوری که واقعیت زندگی ما رو ایجاد کنن. برای مثال، کسی رو که سالها ندیدید و بهش فکر میکنید جایی به صورت کاملا اتفاقی میبینید. این نتیجه فکر و انرژی هست که شما ارسال کردید. کائنات نتیجه انرژی و فکر شما رو به این صورت چیدمان میکنند و در مکان و زمانی که شما حضور دارید اون شخص هم حضور پیدا میکنه. قبل از اینکه بریم سراغ پنجمین نشونه، لطفاً ویدیو رو لایک کنید تا این ویدیو به افراد بیشتری نشون داده بشه. پنجمین نشونه که یکی از نشونه های قوی و جالبه، فکرهای مداومیه که شدید و بی اختیار به سراغ شما در هر لحظه میان. وقت کار، استراحت، به طوری که از خودتون سوال میکنید چرا دارم به این شخص فکر میکنم؟ خانم کنون میگن فکرهای ما همیشه به تنهایی شکل نمیگیرن. گاهی اوقات این فکرها تحت تاثیر انرژی و احساسات فرد دیگه‌ای قرار میگیرن. وقتی کسی با شدت و احساس زیادی به شما فکر میکنه، اون فکرها همراه با بار احساسی و انرژی خودشون به سمت شما ارسال میشن و این قدرت رو دارن که با فکر شما ادغام بشن و باعث بشه شما هم به اون شخص فکر کنید. در واقع این مسئله به صورت غیر ارادی اتفاق میفته. خانم کنون میگن تشخیص این که این فکر از خود شما نشأت گرفته یا از سمت شخص دیگه‌ای تأثیر گرفته بسیار مهمه. یکی از راه‌های تشخیصش اینه اگر این فکرها به صورت افراطی و با احساسی همراه هستش که در شرایط کنونی توضیحش براتون ممکن نیست، میتونه از انرژی شخص مقابل تأثیر گرفته باشه. نشونه ششم که یکی از اسرارآمیزترین نشونهایی که میتونه بگه کسی داره به شما فکر میکنه، خوابایی هست که در مورد اون شخص میبینید. اگر به صورت تکراری شخصی رو در خواب میبینید، میتونه نشونه‌ای باشه که میگه اون شخص داره به شما فکر میکنه یا نسبت به شما احساس خاصی داره. خانم کنون در مورد خوابها و ارتباطشون با ناخودآگاه نکته‌های جالبی رو گفتن. از نظر خانم کنون، وقتی شخصی به شدت به شما فکر میکنه، انرژی و احساساتش میتونه از دنیای آگاهی فراتر بره و با ناخودآگاه شما ارتباط برقرار کنه و شما اون شخص رو در خواب ببینید. این خوابها ممکنه واضح و به صورت مستقیم باشن یا به صورت غیر مستقیم و نمادین. یکی از اقداماتی که میتونید انجام بدید اینه که خوابهایی رو که در مورد اون شخص میبینید رو یادداشت کنید تا بتونید الگوها و موضوعاتی که تکراری هستند رو مشخص کنید. این کار همون چیزیه که خانم کنون میگن خوابها میتونن به شما کمک کنن تا به این ارتباطات روحی عمیق پی ببرید. خانم کنون میگن ذهن ناخودآگاه ما به آگاهی جمعی وصله. بنابراین خوابهایی که ما میبینیم در مورد یک نفر میتونن تحت تاثیر انرژی و احساسات اون فرد باشن. مثلا اگر اون شخص با عشق، دلتنگی یا هر حس قدرتمندی به شما فکر کنه، این احساسات به ناخودآگاه شما وارد میشن و تو خوابهای شما دیده میشن. نشونه هفتم که خیلی از اوقات نادیدش میگیریم، تغییر ناگهانی انرژی و حال و هوامونه. این تغییرات میتونن به صورت یک حس شادی و انگیزه بیدلیل باشن یا برعکس افت ناگهانی انرژی که باعث میشه یک حس خستگی یا غم عجیبی رو تجربه کنیم. این تغییرات انرژی اتفاقی نیستن، میتونن نتیجه افکار و احساسات یه نفر دیگه باشن که داره به شما فکر میکنه. خانم کنون در آموزش‌هاشون در مورد همدلی و حساسیت به انرژی به این صورت توضیح میدن که ما انسان‌ها همه به صورت انرژیکی به هم متصلیم، مثل یک شبکه نامرئی از احساسات و انرژی‌های معنوی. این اتصالات باعث میشن که انرژی احساسی شخصی حتی از راه دور بتونه رو دیگران تأثیر بذاره. وقتی که با احساس قوی مثبت یا منفی به شما فکر میکنه کسی، اون انرژی میتونه به شما اتصال پیدا کنه و شما با تغییر حالت انرژی خودتون احساسش کنید. بعضی از اشخاص ذاتاً به این نوسانات انرژی حساس‌تر هستند
و این تغییرات ناگهانی رو بیشتر حس میکنن که من خودم جزء این دسته قرار دارم. این نشونه ها یادآوری میکنن که بیشتر به حس‌ها و انرژی‌های اطرافمون توجه کنیم و این جنبه‌های ظریف روابط و احساسات رو نادیده نگیریم و بدونیم که فکرها و انرژی‌هایی که به کائنات ارسال می‌کنیم رو دیگران هم میتونه تاثیرگذار باشه. پس مراقب افکار و احساسات خودمون باشیم. راستی شما کدوم نشونه‌ها رو تجربه کردین؟ اگه دوست داشتید در کامنت ها بنویسید. اگر هنوز عضو این کانال نیستید، کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله کنارش رو هم فعال کنید تا از جدیدترین ویدیوها با خبر بشید. در پناه نور و عشق الهی باشید.